به نام خدا. سلام، امید جمالی هستم. خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. این قسمت سوم آموزش کتاب ریفکتورینگ که با هم میخوایم ادامه بدیم. جلسه قبل تا این بخش رو اومدیم، اون متد استیتمنتمون رو خوردش کردیم، چند تا اکسترکت متد ازش ساختیم و اینجا که اینجا میبینید همه رو به صورت nested function آورده، لیست کرده و اینجا میخواد تفکیک کنه فاز کلکولیشن رو از فرمتینگ. حالا متد استیتمنت ما اگه بخوایم دو تا فاز براش در نظر بگیریم، یکی فاز محاسباتیشه که یه سری متد محاسباتی داره و یه قسمتی که اینجا داره به اصطلاح به صورت فرمتینگ این خروجی داده رو به ما میده. حالا این میگه که من فرض کنید میخوام یه دونه HTML ورژن از این استیتمنت توسعه بدم. میگه که مشکل اینه که این فانکشن های کوچیک شده تو در تو هستن و اگه من بخوام این کارو بکنم باید یه کپی از همشون برای HTML فانکشن HTML ورژن هم بیارم که خب میگه ترجیحم اینه که این کار رو نکنم و بیام با استفاده از اسپلیت فاز، یعنی همون به اصطلاح فاز تفکیک پذیری، بیام اینا رو تفکیکشون کنم. میگه که برای گام اول میام یه اکسترکت فانکشن میسازم، همه اون فرض میکنم که نه، یعنی این پلین تکسته که فرمت پلین تکسته. میگه میام اینا همه رو میرزم توی یه اکسترکت متد که خب ما همین کار رو انجام دادیم. من فونت کد رو هم یه کمی افزایش دادم که اونایی که رو موبایل دارن میبینن بهتر بتونن کد ها رو ببینن. خب ما هم پس یه اکسترکت متد انجام دادیم، رندر پرنت تکست، و میگه بعد میخوام بیام خوراک اون قسمت کلکولیشن هم آماده کنم، یعنی بیام یه اینترمدییت دیتا بسازم که بین دو تا فاز رد و بدل بشه، یعنی توی فاز محاسبات آمادهش کنه بفرستتش برای فاز حالا رندر که حالا با پلن تکست یا HTML ورژن باشه. خب همونجور که میبینید اینجا آمده یه کانست تعریف کرده، یه آبجکت، و بعد آبجکت رو فرستاده توی رندر پرنت تکست که به عنوان یه دیتا داره ازش استفاده میکنه. ما هم قدم به قدم با خودش پیش میریم. اینجا میایم یه دونه کانست تعریف میکنم به اسم statement data، یا آبجکت خالی فعلا که خب اینجا میفرستیمش برای این و اینجا پارامترش رو میگیریم اسم دیتا. اوکی، همونجور که میبینید این دیتا فعلا استفاده ازش نشده. به صورت گام به گام میریم جلو. تو گام بعدی میاد میگه که میخوام دیتا هامو موو کنم بریزم داخل این اینترمدییت دیتا استراکچر. میگه که اولین کارم اینه که بیام کاستمر رو به این آبجکتم اضافه کنم. همونجور که میبینید تو این قسمت اومده به این اینترمدییت دیتا کاستمر رو اضافه کرده. خب کاستمر رو از این اینوایس بالا گرفته و
ریختتش داخل این اینترمدییت دیتا. ما هم همین کار رو انجام میدیم. statement data dot customer رو از invoice dot customer بگیر. خب و بعد اینجا همونجور که میبینید هر جایی که از کاستامر استفاده میکرده اومده به جاش از این اینترمدیت دیتا استفاده کرده. ما هم همین کار رو انجام میدیم. توی این متد رندر پرینتس ما جایی که کاستامر داریم اینجا دیگه از اینوایس نمیخونیم، اینو از دیتامون برش میداریم. خب این از این. و بعد گفته که میام سراغ پرفورمنس، میخوام پرفورمنس ها رو به این اینترمدیت دیتا اضافه کنم و بعد میتونم این اینوایس رو پاک کنم از پارامتر ورودی. خب ما هم همین کار رو انجام میدیم. میایم statement data dot performances اینو از invoice dot performances بگیر و بریز داخل این و داخل این قسمت هر جا که پرفورمنس داری دیگه از دیتا میتونی استفاده کنی، چون دیتای ما الان دیگه پرفورمنس ها رو توی خودش داره. دیگه جای دیگه که از این اینوایس آره اینجا دیگه این قسمت دیگه جای دیگه ای بکنم نیست و اوکی. خب اینم از این. همونجور که میبینید دیگه اینجا اینوایس کاربردی نداره و ما میتونیم اینو حذفش کنیم همینطور از این قسمت. اوکی. خب اینم از این انجام شد. حالا میگه که ترجیح میدم که پلی نیم رو هم توی اینترمدییت دیتام داشته باشم. میگه برای این کار باید بیام این پرفورمنس خودم رو آماده سازی کنم و غنی کنم و توی اون اینترمدییت دیتا داشته باشمش. و بعد اینجا هم داره اشاره میکنه که حتما کامپایل تست کامیت رو یادتون نره گام به گام اینا رو بزنید که بعدا اگر جایی به مشکل خوردید بتونید راحت تر برگردونید کد رو به کامیت های قبلی. خب اینجا اومده کاری که اینجا داره انجام میده، اومده یه متد ساخته به اسم enrich performance که حالا پرفورمنس هم میشه اسمشو گذاشت. داره این پرفورمنس ها رو آماده میکنه که داخل برند پرنت تکست اینا رو داشته باشه و بتونه به امانت رو ارز کنم بقیه اون پارامتراش دسترسی داشته باشه. کاری که اینجا داره میشه اینه. خودش هم اومده اینجا گفته که ترجیح میدم که یه دونه شالو کپی از این درست کنم همونجور که میبینید و اینو ایمیوتیبلش کنم، چون میگه میوتیبل ها بعد از یه مدتی داغون میشن و از بین میرن. توی این بدن این متد ممکنه تغییری روشون ایجاد بشه و اینا که من ترجیح میدم که این اتفاق نیفته و یه شالو کپی از این پرفورمنس ایجاد کنم. این کاری که الان اینجا داره میکنه اینه در حال حاضر فعلا. خب ما هم میریم همین کار رو انجام میدیم. اجازه بدید من اینو
اگر بشه از اینجا کپیش کنم. پس اینو داره مپش میکنه به حالا یه متد. خب که اون متد رو اینجا میسازیمش و اوکی. این چی میگه؟ اینو من برمیدارم سیمفالون خودم رو میذارم و اوکی اینم میارم اینجا. خب همونجور که میبینید ما اینو یه شالوکوپی الان ساختیم از این و توی این ریزالت این پرفورمنس رو داریمش. خب بعد میگه که این اصطلاحی که اینجا دارید میبینید کارش اینه که یه شالوکوپی درست کنه. بعد میگه که من اینو خودم میتونستم یه متد داشته باشم که خودم این کارو بکنم، ولی میگه نیاز ندیدم و اینجا جاوا اسکریپت اینو برای ما آماده کرده، منم از همین دارم استفاده میکنم. و بعد اینجا میگه که خب حالا من نیاز دارم که پلی رو دسترسی بهش داشته باشم اینجا و میگه به خاطر همین باید پلی فور رو استفاده کنم که بتونم اون به اصطلاح پلی هر پرفورمنس رو توش ذخیره کنم. خب حالا ما همین کار رو میکنیم، میایم میگیم که result.play مساوی میشه با پلی فور. رو اجازه بدید من بیارم توی بدنه یه استیتمنت چون لازمش داریم. میاریم اینو بالا همونجور که میبینید. خب الان من تو این بلوک دارم کد مینویسم و پلی فور رو باید بیارم تو این بلوک که بتونم بهش دسترسی داشته باشم. خب پلی فور پرفورمنسی هم که میگیره همین پرفورمنسیه که این بالا دارمش دیگه، یا خود این ریزالت هم الان یه شالوکوپی از اینه دیگه. همین ریزالت رو میتونیم بهش بریم. اوکی پس الان پرفورمنس من پلی رو توی خودش داره و حالا توی گام بعد اینجا خودش هم احتمالا بهمون داره میگه که میتونیم ریپلیس کنیم هر جایی که پلی فور رو داریم و از این پرفورمنس دات پلی استفاده کنیم. همونجور که میبینید این قسمت و هر جایی که داریم توی رندر پرنت تکست از پرفورمنس ها پلی ها استفاده میکنیم. خب کجا پلی رو داریمش؟ اجازه بدید پیداشون کنیم. خب اینجا دیگه اینا رو لازم نداریم، این پرفورمنس خودمون پلی رو داره، از همین استفاده میکنیم. مجددا این قسمت و اینجا اوکی. امیدوارم جایی رو از قلم ننداخته باشیم و دیگه الان این پلی رو هم همونجور که میبینید لازمش نداریم توی بدنه رندر پلین تکست و میتونیم اینو پاکش کنیم. از اینجا هم میتونیم اینو پاکش کنیم.
خب اینم از این. حالا توی این ریزالت پلاس اینو فکر کنم از قلم انداختیم. توی رندر پلی اینجا آها بله اینجا هم داریم اینو و میتونیم از همین performance dot play. خب همونجور که میبینید این پرفورمنس توی فوریج نماینده همون دیتای دیتایی که ما آماده کردیم و پرفورمنس ها رو بهش دادیم و هر پرفورمنس الان پلی خودش رو توی خودش داره. ما هم از همین استفاده کردیم. اوکی، بیایم قسمت بعد و بعد میگه که برای amount4 ما همین کار رو انجام میدیم و بعد کامیت تست، کامپایل تست و کامیت رو میزنیم. خب برای amount میایم شبیه همین play result dot amount اینو هم باز این فانکشن خودش رو ببینم که بله تا اینجا اینو میاریم بالا چون اینو هم کارش داریم توی بدنه statement. اینجا حالا میگیم که amount4 برای چی؟ خب این هم از این. پس الان ما amount رو هم داریم و حالا شبیه کاری که برای پلی کردیم میتونیم بیایم اینجا و هر جا که amount4 رو استفاده میکردیم به جاش همون performance dot amount خودش رو استفاده کنیم. چرا که الان اجازه بدید من اینا رو ببندم که فضای کاریمون خلوت‌تر باشه. آها اینجا دیگه این amount4 رو ما نیازش نداریم، میتونیم از همین performance amount خودش رو بگیریم چون دیگه داخل خودش اینو داریمش و اوکی دیگه همین ذخیره میکنیم. چک کنیم ببینیم توی توتال amount هم داریم این قضیه رو. توتال amount کو آها اینجا هم اینم باز این پرفورمنس رو اینجا داریمش. خود پرفورمنس amount رو تو خودش دیگه داره. اوکی خب اینم من بکنم result که شبیه کتاب باشه. اینم از این. و بعد میریم برای volume credit و یه دونه volume credit هم اضافه میکنیم و همین کارو برای volume credit انجام میدیم. اینجاست فانکشن ای رو هم میاریم بالا چون بالا لازمش داریم. ادامه اینا میذارمش و اینجا الان میگه هنوز استفاده نشده، میدونم الان استفاده میشه. دات volume credit اوکی کردیتس edit for بگیر ریزالت بهش بده. اوکی اینم از این. خب و حالا هر جا که از این فانکشن استفاده می کردیم اینجا میتونیم بیایم و
دیگه از خود پرفورمنس استفاده کنیم، چون که پرفورمنس ها دیگه خودش پلیم کردیتس رو توی خودشون دارن. اینم از این. دیگه گام بعدمون چیه؟ میایم اینو که اوکی کردیم، اینم اوکی کردیم. توی توتال ولوم کردیتس بود. آره اینم فکر کنم باید پلاس مساوی باشه. اوکی. و بعد میگه که نهایتا این دوتا کلکولیشن رو توی خود این دیتایی که قرار منتقل بشه، توتال اماونت و توتال ولوم کردیتس رو میایم میذاریم. خب ما هم بریم اینو اضافهش کنیم. کجا؟ اینجا در واقع. دیگه کارمون با پرفورمنس تموم شد. هرچی که لازم داشت هر اجرا رو به خودش اتچ کردیم و اینجا هم که داریم میفرستیمش برای رندر پرینت تکست و ازش استفاده داریم میکنیم اینجا همونجور که میبینید. خب حالا اینجا استیتمنت دیتای من یه دونه توتال اماونت داره که این توتال اماونت رو میارم بالا، استفاده میکنم. این آخر میذارمش و اینجا ازش استفاده میکنم و استیتمنت دیتا در واقع و استیتمنت دیتا داد توتال ولوم کردیت رو هم از این فانکشن برام بیار. اوکی. این هم بیا توتال اماونت رو بعد این اضافه کن و اینجا اوکی. خب اینم از این. خب این استیتمنت دیتا رو باید به عنوان ورودی بهش بدیم که در واقع یه تغییراتی، یعنی باید اینجا روی این دوتا متد اعمال کنیم، چرا که این دیتا رو دیگه ما اینجا نداریمش و باید اینجا توی ورودی خود این استیتمنت دیتا روش بدیم که اینجا به عنوان دیتا اینا رو داشته باشه، همینجا و همینجا. اوکی. خب همونجور که میدونیم ما اینا رو از پایین آوردیم. خب پایین توی این رندر پرید دیتا رو داشتیم، یعنی پرفورمنس ها رو. حالا دیتا اون آبجکت اینترمدیت دیتامون رو داشتیم و توی اون دیتا خب پرفورمنس ها رو هم داشتیم دیگه، اینجا ریختیم اینا رو داخلش. ولی بالا که اومد نداشتیم دیتا رو توی بدنه و از بیرون اینا رو بهش من پاس دادم. اوکی. اینم از این. خب دیگه چی داریم؟ توتال اماونت، توتال ولوم کردیتس رو هم گفته دیگه میتونیم از این دیتامون بخونیم. بله درست میگه. توتال من اینجا دیگه میتونیم اینا رو برداریم بگیم دیتا دات توتال اماونت و دیتا دات توتال ولوم کردیت.
اوکی، اینم از این. اه، و بعد میگه من میتونم همه اینا رو اکسترکت کنم به فانکشن خودشون. همونجور که میبینید اومده اینا رو، این قسمت رو ریخته توی یه فانکشن و اسمش رو هم چی گذاشته بود؟ گفته بود که create statement data. اینا منم همین کارو میکنم، اینجا بریزش و بذار اسمشو create ببخشید create statement data. اوکی، حالا این این وایس و پلیز رو هم از بالا بگیر و بهش بده. و خب ما میتونیم الان اینو از خودش استفاده کنیم و وریبلش رو هم دیگه پاک کنیم. اوکی، همونجور که میبینید الان ما اینو آمادش کردیم و تبدیلش کردیم به یه فانکشن که داره این کارو میکنه و بعد میگه که الان ما اینو حتی میتونیم به یه فایل جداگونه ای منتقل کنیم، این قسمت حالا کلکولیت رو. و بعد هم نهایتا همونجور که میبینید الان اومده اینو فایل به فایل منتقل کرده، فایلش هم این شکلی شده create statement رو. و بعد هم گفته که الان میتونم یه ورژن HTML بنویسم. اومده یه دونه HTML statement نوشته، دقیقا شبیه همون چیزی که برای plain text نوشتیم. الان دیگه create statement data برای هر دوتای این HTML ها و plain text ها یکسانه، میتونیم از این توی هر دوتا استفاده کنیم و به راحتی فقط یه رندر HTML می نویسیم که بحث خروجی و به جای plain text توی HTML برای ما، تگای HTML برای ما هندل کنه. خب امیدوارم از این قسمت آموزشم لذت برده باشید. ممنون میشم ما رو به اشتراک بذارید، سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. بازم ازتون ممنونم. موفق و پیروز باشید.